ما دور دوم سفرمون شروع شد و داریم میریم به سمت مالزی. در سمت راست عزیزان هواپیمامون رو میبینیم که تازه نشسته، تأخیر داشته، بی‌ترتیب. پروازمون سلامیر بود. قرار بود که یه توقف توی مسقط داشته باشیم، بعدش از اونجا بریم به سمت مالزی. خب ما رسیدیم مسقط. بین این پرواز و پرواز بعدیمون 1 ساعت و نیم فاصله بود. برای همین دیگه توی فرودگاه وقت نکردیم غذا بخوریم. از مسقط تا کوالالامپور حدود 6 ساعت و نیم پرواز بود. ما هم تصمیم گرفتیم یه غذا سفارش بدیم. منوی کاملی هم تقریبا داشتن. ما برای خودمون 2 تا ساندویچ سفارش دادیم با یه نوشابه که در مجموع از ما $7 بابتش گرفتن. ما رسیدیم. بلیط برگشت داریم و پول نقد شما هست، فقط رزرو هتل نداریم که گفته بودن نیاز نیست. ما چمدونا رو گرفتیم، پاس کنترل هم رد کردیم. ساعت الان 4:30. باید یه مقدار وایسیم اینجا تا 7-8 صبح بشه، بعد بریم خونه میزبانمون. الان خیلی زوده، احتمالاً اتوبوس و اینا نباشه. از فرودگاه برای خودمون یه سیم کارت خریدیم. 40 گیگ و 55 رینگیت بهمون فروختن. بعد سیم کارت رفتیم یه برگر بخوریم. تجربه برگر صبحونه چطوره؟ اسمش چی بود؟ اونو نشون بده اینجا نخورید هیچی. فور فینگرز کریسپی چیکن. آره اینجا دیدید فرار کنید. بعد اینکه غذامون رو خوردیم فهمیدیم که فرودگاه یه فودکورت بزرگ داره که پر از غذاهای تازه و گرم و خیلی ارزونتر از غذایی که ما خوردیم. از فرودگاه به سمت میزبانمون باید 2 تا اتوبوس سوار می شدیم. اولیش حدود 40-45 دقیقه راه بود، دومیش هم حدود 1 ساعت و نیم راه بود تا برسیم به شهر لانچانگ. از اونجا راننده میزبانمون اومد دنبالمون و ما رو برد به سمت مزرعه. در نهایت رسیدیم به جایی که برای ما آماده کرده بودن و قرار بود که حدود 1 هفته اینجا بمونیم.